танишҳои миёни Русия ва Ғарб бар сари Украинаро дар Тоҷикистон низ бо диққат пайгирӣ доранд. зеро ба гуфтаи коршиносон дар сурати шиддат гирифтани вазъ таъсири бевоситаи он ба иқтисодиёти Тоҷикистон хоҳад расид. ба қавли бархи таҳлилгарони тоҷик, рӯёрӯии Русия ва Ғарб ин бор то ҷанг нахоҳад расид, зеро артиш ва инфрасохтори Русия дар асл барои ҳамла ба Украина омодагии ҷангӣ нагирифтааст. Украина, его руководство, сами себя. اوکراین و رهبریت آن خود را آماده کردند، خودشان را ترساندند و همین شورانگیزی نصف دنیا را ترساند، قبل از همه اروپا و غرب را ترساند. آنها این شورانگیزی را آنقدر تبلیغ کردند که خودشان هم به آن باور کردند و میخواهند دیگران هم باور کنند. حتی روسیه هم باور کرده است. تنشی میان روسیه و غرب پس از آن اوج گرفت که روسیه بیشتر از 100,000 نیروهای نظامی‌اش را به مرز اوکراین فرستاد. مسکو میگوید هدف از ارسال نظامیش آمادگی به تمرین نظامی است، ولی آمریکا و کشورهای غربی میگویند که روسیه قصد حمله به اوکراین را دارد. هر دو کشور هم نمیخواهند با یکدیگر گذشت کنند، یعنی روسیه طلب دارد، طلبات‌های خود را دارد، آمریکا از جانب دیگر میگوید که این طلبات‌های شما برآورده کردن نمیشود، این غیر امکان است و حالت نهایت گویم جدی است. لیکن گفتند که تا یگان جنگی بزرگ آورده میرساند یا نه بسیار مشکل است در حقیقت، برای که هر دو کشور هم میدونند که پیامد جنگ چه خواهد بود. مقامات تاجیکستان در رابطه با حوادث اخیر در مرز اوکراین واکنش نکردند، اما کارشناسان نزدیک به مقامات تاکید میکنند که قضیه اخیر میان روسیه و غرب نمایش قدرت از هر دو جانب است و به هر صورت تاکید میکنند که این تنش‌ها برای تاجیکستان و منطقه پیامد خوشایند ندارند. چونکی بازار روسیه بسیار پایان میآید، مسئله نرخ گاز و نفت تغییر می‌یابد، چونکی ترکمنستان و ازبکستان گاز می‌دهند به روسیه، اونها فروخته میشوند در اروپا. ممکن که این برعکس گاز قیمت شود و به اینا فایده شود، اینش هم هست. لیکن وقتی که بارهای ما از پریبالتیکا از دیگر دولت ها با واسطه روسیه و اوکراین آورده میشن، در این حالت البته این به اقتصادیات ما ضرر میرساند، چونکی این بارها در وقتش آمدن نمیتوانند، یا یکی با اون زوادهایی که ما فرمایش داده ایم اونها آن را در وقتش اجرا کردن نمیتوانند. کاهش چشمرس قرب روبل روسی در طی 2 هفته اخیر را کارشناسان یکی از پیامدهای منفی تنش روسیه و غرب به اقتصادیات تاجیکستان میدانند، زیرا پول اصلی فرستاده مهاجران کاری تاجیک با روبل روسی است و پایین رفتن قرب آن و بودجه بسیاری از خانواده‌ها ضربه میزند.